伊朗的查某人伫咧生活上有受到真济限制，不过即马由政府来出钱赞助的大型交响乐团有出头一位女性的指挥家，要鼓励查某囡仔勇敢来追求梦想。伊朗头一个女性指挥家法里尤瑟菲徛伫咧德黑兰历史上久长、上出名的夏赫达音乐厅，接受大家赞声，这嘛予当地女性真大力量。 یکی از دوستان منم دیروز اومده بودن میگفتن که دختر کوچیکی همزمان که من رهبری میکردم با من رهبری میکرده و گفت ببین که از کجا تو ذهن دخترها داره این دیگه نقش میبنده. 根据伊朗的法律，女性是袂使伫有查甫甲查某男斗阵的观众面头前，家己一个人唱歌跳舞，因为这项当作是违反伊斯兰的教义甲公共道德。不过，法里尤瑟菲伫咧乐团做带头，代表伊朗文化当咧转变。 嘛，让女性在艺术领域当中有更加侪可能。فرصت موسیقی برای خانم‌های ایرانی به خاطر صداشون که پخش نمیشه نه، ولی صداهای خیلی قشنگی داریم تو خانم‌های ایرانی. حالا اگه نتونن صداشون هم به گوش جهانیان برسه، همین که رهبر ارکستر باشن، صدامون به جهانیان میرسه. در ایران محدود بودن و هیچ وقت نتونستن اون استعدادها و قابلیت‌های خودشون رو بروز بدن. ولی مطمئن هستم که جایگاهشون از مردها کمتر اگر نباشه که 100% بیشتر. 除了指挥，德黑兰交响乐团内底，阁有真侪女性团员，像下弦仔的小提琴、中提琴甲打击。音乐会结束了后，法里尤瑟菲表示，当伊行去舞台中央，所有的观众拢甲目睭上为伊的身躯。伊知影家己责任真重，同时伊嘛鼓励其他女性面对困难唔通惊吓，因为这是甲束缚、甲压迫、拼掉的必要条件。公视新闻沈玉培编译。